مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. سلام، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. چند روزی هستش که یک خبر کاملا دروغ و عجیب مبنی بر این که مرگ روح الله اعظم در زندان اتفاق افتاده در رسانه ها منتشر شده و گفتن که روح الله اعظم بر اساس شکنجه های زیاد و اینقدر زدنش که اعتراف بکنه بیهوش شده. یه عده میگفتن سکته کرده و قشنگ هم میدونستن، انگار مثلا اونا تو لحظه شکنجه دادن یا توی زندان با روح الله اعظم بودن که روح الله اعظم اینقدر زدنش تو این شکنجه سکته کرده و تو راه انتقال به بیمارستان فوت کرده. این خبر رو هم اولین بار آقای بهروز شجاعی عضو هیئت مدیره روزنامه همشهری منتشر کرده بود. البته اینجا اومده بود یه حقه خبرنگاری استفاده کرده بود و حالا اینجا میگم شاید به دده دم بخوره سواد رسانه‌ای. گفته بود که شنیده ها حاکی از این هستش که روح الله اعظم فوت کرده و به خاطر همین اعترافاتش و اخبارش پخش نمیشه. این نوع تکنیک خبرنگاری برای تحریک کردن جریان‌های سیاسی یا اشخاص یا نهادهایی که عموماً رسانه‌ها خیلی سخت بهشون دسترسی دارن استفاده میشه. به هر حال نهادی که روح الله اعظم رو در تاریخ 22 مهر ماه 98 بازداشت کرده اطلاعات سپاه یا همون ساس هستش و ورود به این سازمان برای دریافت اخبارهای محرمانه یا اشخاصی که بازداشت میشن از جمله روح الله اعظمی که دارای حلقه امنیتی قطعاً قوی هستش خیلی سخت هستش. رسانه ها میان از یه سری خبرهای فیک با این منبعی که شنیده شده یا حکایت هایی از یه جایی در اومده یا منابع ما گفتن که روح الله اعظم کشته شده بیهوش شده توی بیمارستان هستش منتشر میشه. اخباری که مردم هم دنبالشون هستن از این نوع سبک حاشیه هستش و فشارهای مردم باعث میشه که جریانهای سیاسی هم این خبرها رو پروموت بکنن و مسئولان حالا سپاه و اطلاعات و سایر دستگاه امنیتی نسبت به این قضیه واکنششون بدن که یک خبری بیاد بیرون، یعنی اصطلاحاً تحریک کردن جامعه هستش. البته یکی از نمایندگان مجلس چند وقت پیش یک مصاحبه‌ای رو انجام داده و گفته بود که پخش اعترافات روح الله اعظم به زودی از صدا و سیمای ایران پخش میشه و گفتن که لپتاپ و موبایل روح الله اعظم در اختیار سازمان اطلاعات سپاه یا همون ساس هستش و گفتن که اطلاعات زیادی از لپتاپ روح الله اعظم کشف کردن. این صحبت نماینده مجلس هستش و گفته که قصد داشته که در آستانه انتخابات مجلس تحرکات خودش حالا اونجوری که نماینده مجلس میگه افزایش بده، اما بعد ببینیم که چه اعترافاتی از روح الله اعظم قراره پخش بکنه. حالا یادم میگن خب اعترافات طبیعتا اجباری و اعتباری بهشون نیست، اما روح الله اعظم 22 مهر ماه 98 خبر بازداشتش توسط سپاه منتشر شد و نکته جالب این هستش که تا این لحظه‌ای که ما داریم این ویدیو رو پخش میکنیم هنوز دستگاه امنیتی اعلام نکردن که محل دقیق بازداشت روح الله اعظم کجا بوده و گمان زنی میشد یه عده میگفتن که عراق بوده. ما خودمون در رسانه خودمون میگفتیم بعید عراق باشه، ولی اون چیزی که مشخصه سپاه در بیانیه خودش گفته که زم رو به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده که این نوع ادبیات دستگاه امنیتی ایران هم جالب هستش. از اون طرف روزنامه فرانسوی فیگارو هم یک گزارش رو منتشر کرده بود که یک زن عامل فریب و دستگیری روح الله اعظم شده بوده که این هم جالب هستش. اما نکته جالبتری که وجود داره پخش اعترافات یا صحبت‌های روح الله اعظم هستش که درست در یکی دو روز اول تصاویر خیلی کوتاه به همراه صحبت‌های خیلی کوتاه اعظم در صدا و سیما پخش شد و بعد از اون دیگه خبری از روح الله اعظم نشد. یک هفته بعدش صدا و سیما و خبرنگارانش اعلام کردن مستندی با عنوان هراس قرار از صدا و سیما پخش بشه که پخش اعترافات روح الله اعظم هستش و بعد از اونم دیدیم که این مستند پخش نشد و از تصاویر آرشیوی و قدیمی استفاده شد و خبری از روح الله اعظم تقریبا از اون موقع نیست، نه ویدیویی و نه عکسی. البته چند وقت بعد شیرین نجفی یک فایل صوتی بیرون داد که مشکوک بود به وفا نیکفر، یکی از کسانی که همیشه ادعا میکرد حامی مالی آمد نیوز هستش و گفته بود که روح الله اعظم به این شخص مشکوکه و این شخص شاید عامل بازداشت یا دلیل دیگه ای بوده باشه. اینو ادمین های دیگه آمد نیوز میگن، ما نمیگیم. بریم این فایل صوتی که از روح الله اعظم
منتشر شده، یک وایس هستش برای شیرین نجفی که دیگه از ادمین های آمد نیوز رو بشنویم. میام جالب. شیرین سلام، خوبی؟ ببین من الان از این دفتر واسه ویزای استرالیا اومدم خونه مازیارم. چیز کن، چی اسمش، نیکفر رو ازش فاصله بگیر دیگه برام مسجل شد، وصله به وزارت. میخواد ما رو بکشون اونجای داستانی برامون درست کنه، احتمالا میخوام بکشم ما رو. بعد فقط نمیخوام الان اینو به مهسا بگم چون هول ورش میداره، میترسه. خودت یواش یواش به مهسا بگو، منم از این کامل دیگه یواش یواش تو آمادش کن، منم بهش میگم که کلا ارتباطش شد. حالا ارتباطی که با نیکفر نداره، اون موقعی هم که حرف میزد من بهش گوشی رو میدادم، ولی با نازنین و نیکفر و اینا ارتباطشو قطع کنه کلا، تا من یه بلایی سر نیکفر بیارم ببینم چی کارش میکنم. ولی خودت هم حواست باشه رابطتو کم کن باهاش، که اصلا قطع کن رابطتو، قطع کن تا من خودم حالا هستم تا ببینم یه بهانه چیزی پیدا بکنم یه حالی ازش بگیرم. قربانت، خدافظ. بله، این وایس جالب، عجیب و شاید هم جنجالی که طوفانی از حاشیه‌ام در رسانه‌های فارسی ایجاد کرد رو شنیدیم. اما پس از اون یک فایل صوتی هم رسانه پشت پرده منتشر کرد از صحبتی که روح‌الله اعظم با مسعود مولوی داشته و البته رسانه‌ها میگفتن که بازداشت روح‌الله اعظم درست قبل از اتفاقات و حاشیه‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده کمی جالب و مشکوک بوده، یه عده میگفتن اقدام هوشمندانه بوده. اما فایل صوتی که از روح‌الله اعظم منتشر کردیم قشنگ انگار مسعود مولوی، کسی که در ترکیه ترور شد، نشون میده که یه سری از این اخبارها از قبل پیش بینی شده یا انگار مثلا خبرهای آماده‌ای بوده که اینا میدونستن و قرار بوده به این رسانه‌ها بدن که اینا پخش بکنن و به نوعی پیشگو و نوستراداموس مردم باشن، مردم میگن واو چه تحلیلگری‌های خوبی رو انجام دادن. بریم این فایل صوتی جالب و عجیب و غریب رو هم بشنویم. دلم نیومد در این مستندی که در خصوص زمه منتشر نکنیم. ببین اتفاقی که داره میفته، من یه خطشو بهت میدم. آمریکا قراره به ایران حمله کنه، ایران هم میزنه پدر آمریکا رو در میاره. کل این ماجرا هم از قبل طراحی شده است که ایران قدرتش تو منطقه تثبیت میشه، میگه آقا من کشوری هستم که جلوی آمریکا در اومدم، شماها هم همتون بازی میخورید که فکر میکنید آمریکا پشت شماست و میخواد اینا رو بزنه و برکنار بکنه. خب ایران هم میزنه پدرش رو در میاره، این موشک‌ها رو میزنه. آقای ترامپ هم به تمام این کشورهای منطقه میگه آقا اینقدر پول بدید موشک فلان بخرید که توازن نظامی و قدرت نظامیتون با ایران تو منطقه حفظ بشه و اون 6 تریلیون دلاری که از 12 تریلیون دلار بدهیش به فدرال رزرو رو تسویه کنه که 1 تریلیونش الان تامین شده تا این لحظه از عربستان و کشورهای امارات. این یه بخش قضیه است. فدرال رزرو آمریکا. این یه بخش قضیه است که روش تحقیق کن. پس فردا 4 روز دیگه این که دارم بگم، این قضیه ناتوی عربی منجر به این میشه که آسمان هوایی رو ایران میبندن. اینم یه خط دیگه دارم بهت میدم، نتیجهشو ببین. خب و دلار هم یورو قرار 15 تومن دلار تا 18 تومن هم میره بالا. قطعی این موضوع اتفاق میفته. اینا میخوان فروپاشی اقتصادی بشه، منجر به این بشه که داخل کشور گروه‌های تندرو بخوابند. این سری اصلاحات اساسی که احمدی نژاد تو نامه 35 صفحه‌ایش رو بخونی با زبون بی زبونی تمام حرفای آقای وزیر خارجه آمریکا رو انگلیس اومده زده، گفته شما بیاید اگه واقعا خادم ملتید این کارا رو پیش بکنید، دست اونا رو ببندید. اصلاحات میخواید بعد از این داستانا بدید، رفراندوم میخواید بعد از این داستانا بدید. خب الان بدید، الان اصلاحات به مردم بدید. ولی اینا دنبال اینن که قدرت ایران تو منطقه به عنوان ژاندارم، مثلا آقای احمدی اینو میگفت قبل از انقلاب ژاندارم منطقه کی بود؟ گفتم ایران. گفت بعد از انقلاب کیه؟ گفتم خب ایران. حضور یک قدرت نظامی خارجی هم که به ایران حمله کنه باعث میشه همه مردم جلوی اون قدرت متحد بشن اکثریت و این موضوع آشفتگی اغتشاشات همه بخوابه دیگه، تموم شه، این با آب ریخته بشه رو آتیش. بله، این فایل صوتی رو هم شنیدیم. اما از بحث اصلی خارج نشیم که مرگ روح‌الله اعظم در زندان تکذیب شده توسط نهادهای امنیتی ایران و گفتن که به زودی اعترافات پخش میشه و عموما خبرهایی که از زم منتشر میشه، نمیدونم الان نهار خورده، نمیدونم شام خورده، سکته کرده، نمیدونم مرده، نمیدونم حامله شده، از این شروورایی که توی رسانه ها منتشر میکنن و بهش اعتماد نکنید، چون روح‌الله اعظم تحت مراقبت شدید دستگاه امنیتی هستش. کلا شاید مثلا حلقه نزدیک این آدم 5 نفر 6 نفر بتونن ببیننش و خبر اگه بیاد بیرون یکی از این 5 6 نفر گفتن و اگه کسی دیگه یه خبری رو منتشر بکنه شما باید شک بکنید، بدونید که این خبر دروغ هستش. بعضی وقتا برای فالوور، برای
جذب مخاطب هستش، اینکه آیا مورد نمیدونم سکتیک از این شروورها که در نوع خودش هم جالب بود. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.